بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت به دو گناه کبیره می پردازیم، دو گناه را اشاره می کنیم. گناه اول دروغ گفتن بر الله و پیامبر، و گناه دوم فرار از میدان معرکه در جهاد. دروغ گفتن بر الله و پیامبر گناه بزرگی است. حتی بعضی از علما دروغ گفتن بر الله را مخرج از ملت می‌دانند، که با کسی که به الله و پیامبر دروغ میگوید این انسان کافر می شود. این فتوای حکم یک تعداد از علماست. بدون شک دروغ گفتن خودش گناه کبیر است. در صحبت‌های روزمره‌مان، در زندگی عادیمان، اگر ما دروغ بگوییم در حقیقت مرتکب گناه بزرگ شدیم، چون الله متعال دروغگویان را لعنت و نفرین کرده است. اما وقتی که حالا این موضوع ما نیست، موضوع ما دروغ نیست، تنها دروغ نیست، موضوع ما دروغ بر الله و پیامبر است که این درجه و شدت ای بالاتر از دروغ هست که به غیر الله و پیامبر گفته می شود. وقتی که دروغ گفتن به یک انسان گناه بزرگی باشد، حالا چه فکر میکنید که کسی بر الله دروغ بگوید و به پیامبر دروغ بگوید؟ الله متعال در مورد کسانی که بر الله دروغ میبندند و یا دروغ میگویند میفرماید در روز قیامت تو خواهی دید، ای پیامبر و ای مخاطب، در روز قیامت تو خواهی دید کسانی که بر الله دروغ میگفتند که چهره هایشان سیاه شده است. اعوذ بالله. ابن جوزی رحمه الله در تفسیر همین آیت نقل می کند که میگوید یک گروه از علما با استدلال از همین آیت میگویند که دروغ بر الله و پیامبر کفر است، نه گناه بزرگ بلکه کفر است. در این شکی نیست که اگر کفر هم نباشد، دروغ بر الله و پیامبر از محرمات بزرگ، از گناهان بزرگی هست که خداوند کسانی که به این مرض مبتلا هستند را نجات بدهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کذب علی بنی له بیت فی جهنم. کسی که بر من دروغ میبندد، حرفی را خودش میزند و میگوید که پیامبر چنین گفته، بنی له بیت فی جهنم، برای این انسان خانه در جهنم ساخته می شود. همین مطلب در روایت دیگر چنین آمد است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که با عمد قصدن بر من دروغ میبندد باید جای خود را در جهنم بسازد. یعنی کسی که دانسته و فهمیده بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میبندد، از پیش خود حرف را میزند و میگوید که پیامبر چنین گفته است. البته کسانی که احادیث موضوعی ساختند، دروغ‌هایی ساختند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت دادن، آنها این وعید پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آنها تطبیق میخورد و صدق میکند که آنها باید برای خودشان جای خود را در
جهنم بسازند. خب کسانی که دروغ نمیگویند بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما دروغی که کسی دیگه گفته این را منتشر میکنه، به دیگران میرسانه، حکم این چی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد انسانی که احادیث موضوعی را نقل میکند، روایات ساخته شده و جعلی را نقل میکند، اگر بداند که این حدیث موضوعی است، این ساخته شده است، این فرمان رسول الله نیست، این حرف پیامبر نیست، در مورد چنین انسانی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من روى عنی حدیثا و هو یرى انه کذب فهو احد الكاذبین. کسی که روایت را نقل میکند و میداند که من آن را نگفتم، کسی روایت را نقل میکند و میداند که آن را من نگفتم، دروغ است، موضوع است، ساخته شده است بر من، پس این انسان یکی از کاذبین و یکی از دروغگویان و یکی از کسانی است که مستحق جهنم می شود و مستحق لعن و نفرین الله متعال می گردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر می فرمایند که ان کذبا علی لیس ککذب علی غیری، دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر هر کسی دیگری نیست. چرا؟ چون ما حرفی را که به پیامبر نسبت بدهیم که پیامبر چنین گفته، دیگران این را شریعت پنداشته عمل میکنند، دیگران این را دین میپندارند، پس گویا ما دین ایجاد کردیم، دینی تحریف کردیم، دینی ساختیم، حکمی از پیش خود ساختیم که الله پیامبر آن را نگفته. پس دروغ بستن به پیامبر مانند دروغ بستن به انسانهای غیر پیامبر نیست، چون حرفهای پیامبر دین است، شریعت است، حکم الهی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که یقینا دروغ گفتن بر من مانند دروغ گفتن به دیگران نیست. در ادامه میگویند که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که بر من عمدن قصدن دروغ میبندد، دروغ میگوید، جای خود را در جهنم و در آتش بسازد. در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همین مطلب را به صیغه دیگری میگویند که من یقل عنی ما لم اقله. کسی که از طرف من چیزی را میگوید که من نگفتم، میگوید پیامبر گفته، حالا اینکه پیامبر نگفته. کسی که چیزی را میگوید از طرف پیامبر که پیامبر آن را نگفته است، فلیتبوأ مقعده من النار، باید این انسان جای خود را در جهنم بسازد. پس دروغ گفتن وقتی که به پیامبر چنین باشه، کسی به پیامبر دروغ بگوید، او باید جایش را، خانهش را در جهنم بسازه. حالا کسی که به الله دروغ میگوید، این بزرگتر از او است و قبیحتر از دروغ بر پیامبر هست. پس دروغ بستن و دروغ گفتن به الله و پیامبر یکی از گناهان بزرگ و یکی از جنایات بزرگی هست که بعضی ها به این مبتلا شدن. بعضی ها به این مبتلا شدن. ما میبینیم بعضی ها را که روایت های جعلی که نه حضرت علی گفته و نه حضرت حسن گفته و نه امام جعفر صادق گفته، دروغ های میبندند به الله و به پیامبر و به امامان دین و مردم را گمراه میکنند با این دروغ ها. این آخوندهای دروغگو، این آخوندهای کذاب باید بدانند که همراه کفر و نفاق و زندقیشان دارن بر خود در جهنم خانه های می سازند. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که عمدن و قصدن بر من دروغ میبندند باید جای خود را در جهنم بسازند. اکثر مطلق این آخوندها وقتی که دروغ میگویند خودشان میدانند که دروغ میگویند، خودشان میدانند که دروغ میگویند. کسانی که این دروغ ها را در کتاب ها نوشتند، روایت های جعلی و قلابی را تزویر کردند، در کتاب هایشان جمع کردند و نوشتند از این آخوندها، آنها میدانستند که دارند دروغ می نویسند، دارند روایت های جعلی و دروغین و موضوعین می سازند. آنها در حقیقت برای خود خانه های
در جهنم ساختند. این یکی از گناهان بزرگی هست که خداوند ما و شما را حفاظت بکند و کسانی که به این گناه ها مبتلا هستند آنها را توفیق و هدایت نصیب بکند. یکی دیگری از گناهان بزرگ فرار کردن از میدان جهاد، از میدان نبرد است. وقتی که لشکر اسلام با لشکر کفر مقابل هم ایستاد می شوند و می جنگند، اینجا فرار برای مسلمان ها جایز نیست مگر در دو حالت که در آیه‌ای با آن اشاره می شود و به آن می پردازیم. الله متعال می فرماید که و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. یکی از گناهان بزرگ فرار از میدان جهاد است، فرار از میدان نبرد و معرکه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که 7 گناه بزرگ هلاک کننده را معرفی می کنند، در آنجا نیز یکی از آن گناهان بزرگ 7 گانه هلاک کننده همین فرار از میدان نبرد هست. فرار از میدان نبرد، از میدان معرکه، صف مسلمانان با صف کفار مقابل هم با هم دارن می جنگند. اینجا اگر کسی از مسلمانان فرار بکند، میدان را رها بکند، این انسان مرتکب گناه بزرگ شده است. الله می فرماید و من یولهم یومئذ دبره، و کسی که از مسلمانان در روز جنگ در میدان نبرد پشت به کفار می گرداند، از میدان جنگ فرار می کند، الا این مستثنا هست. این دو حالت مستثنا است. این دو نوع فرار گناه نیست. بجز از این فرار از میدان معرکه و نبرد گناه بزرگی است. این دو حالت کدام حالت است؟ یکی الا متحرفا لقتال، کسی فرار میکند، تلاش میکند برای جنگ، یعنی یک تاکتیکی جنگی هست فرارش. فرار میکند، به عقب میرود، پس از طرف دیگر میآید. در غزوات، در جنگ های مسلمانان وقتی که ما میخوانیم این حربه را و این تکتیک را خالد بن ولید رضی الله عنه خیلی زیاد استفاده میکردند و بعض دیگری از قاده ها و فرماندهان جهادی اسلامی این تکتیک را استعمال میکردند. مسلمانان با کفار در حال جنگ هستند، یک گروه را پشت سر میگذاشتند، برای اینها میگفتند که وقتی که ما چیز میکنیم، جنگ میکنیم، در هنگام جنگ ما پیشروی دشمن را اعلام میکنیم و به عقب فرار میکنیم. در دو طرف میدان جنگ هم نیروهای جا به جا میکردن. اینها وقتی که کمی جنگ میکردن با کفار عقب نشینی میکردن. یک عقب نشینی دشمن را فریب میداد. دشمن فکر میکرد که خلاص مسلمان ها شکست خوردن، دنبال مسلمانان میدویدن. اینجا همون معنویات کفار، معنویات جنگیشون ختم میشد دیگه. خلاص اونا معرکه را ختم شده فکر میکردن و دنبال مسلمانان میدویدن. آن دو طرفی که دو گروه دیگر را که پنهان کرده بودن، اینها یک بیرون میشدن و از عقب بالای کفار حمله میکردن. کفار که جنگ را ختم شده فکر میکردن، یکی میدیدن از پشت سر بر آنها حمله شده است. اینجا تمام معنویات آنها شکست میخورد و دشمن را این گونه شکست میدادن. پس فرارهای تاکتیکی در جنگ در میدان نبرد گناه نیست. به عقب فرار میکنه، دست راست فرار میکنه، دست چپ فرار میکنه. فرارهای تاکتیکی که جز جنگ است، جز معرکه هست، این گناه نیست، بلکه الحرب خدعه، در جنگ فریب جایز است. یک گروه، یک مستثنا، این نوع فرار گناه نیست. و دوم او متحیزا الی فئه، دوم کسانی فرار میکنن به سوی جماعت دیگری. تعداد مسلمانان کم است، تعداد کافران خیلی زیاد است، چند برابر مسلمانان است. خب این لشکر توانمندی این را ندارد که حالا با این کافران زیاد بجنگند. اگر اینها اینجا فرار میکنن، میروند به لشکر عقب، میروند به عقب به جای دیگری که اونجا مسلمانان است، با لشکر اسلام در آنجا میپیوندند تا دوباره بالای
کفار حمله کنند، این نوع فرار هم جایز است. بجز از این دو نوع دیگه فرار از میدان جهاد، از میدان معرکه گناه بزرگی است. یکی فرار تاکتیکی در هنگام جنگ که جزء همون معرکه است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از فرماندهان جهادی این تاکتیک را خیلی زیاد استعمال می‌کردند و خیلی هم موفق و مفید تمام می‌شد. در حقیقت معرکه ها را به نفع مسلمانان تمام و خاتمه می‌کرد. و دوم، مسلمانان وقتی که کم باشند، تعدادشان بسیار کم باشه و تعداد کافران خیلی زیاد باشند، اینجا این مسلمانان باید فرار بکنند، باید عقب نشینی بکنند، برای آن به لشکر مسلمانان که پشت سر هست با آنها بپیوندند و باز بالای کفار حمله بکنند. الله متعال میفرماید که ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. ای مسلمانان، اگر از شما 20 نفر صبور باشه، صبر کننده و تحمل کننده و با تحمل باشه، اینها غالب میآیند بالای 200 تن از کافران. 20 مسلمان صابر بالای 200 کافر غالب میآیند. درست است؟ 20 مسلمان بالای 200 کافر، یعنی هر مسلمان برابر 10 کافر می جنگیدن. این آیت به این معناست که اگر در جنگ مسلمان ها 20 نفر بود و کافران 200 نفر بود، اینجا دیگه حق فرار را نداشتن. این 20 نفر مسلمان باید در مقابل 200 نفر کافر می جنگیدن. اول حکم برمی بود. هر کسی که از این 20 نفر از مقابل 200 نفر فرار می کرد، این و تولی یوم الزحف ترکیبش گناه بود. اگر 20 نفر مسلمانان بود اما کافران 400 نفر، خب مسلمانان را خداوند میگوید که یک مسلمان برابر 10 کافر می جنگه. حالا اینجا در مقابل یک مسلمان 20 کافر است. اینجا مسلمانان حق دارند که به عقب نشینی بکنن، عقب فرار بکنن. اما اگر 20 بودن، کافران 200 بود، یعنی یک مسلمان در مقابل 10 کافر، اینجا حق فرار نداشتن. این اول حکم بود. آیه بعدی آمد این حکم را منسوخ کرد. آیه بعدی آمد الله متعال میفرماید که الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. حالا خداوند از شما تخفیف کرد. اول باید هر مسلمان در برابر 10 کافر می جنگید، نه، حالا تخفیف کرد. و علم ان فیکم ضعفا، و الله متعال میداند که در شما ضعف از ضعف بشری، از ضعف انسانی هست. اینجا الله متعال میفرماید فان یکم منکم 100 صابره یغلبوا 200. اگر از شما 100 نفر صابر، 100 مجاهد صابر باشد، برای 200 نفر کافر کفایت میکند. 100 نفر مسلمان بالای 200 نفر کافر غالب میآیند. یعنی اینجا ما از این آیت تولی یوم الزحف میفهمیم که کدام فرار گناه است از میدان معرکه و کدام فرار از میدان معرکه گناه کبیره پنداشته نمی شود. اول این بود که اگر 20 نفر مسلمان می بود، باید این 20 نفر در مقابل 200 نفر می جنگیدند. اگر 40 نفر مسلمان می بودند، باید در مقابل 400 نفر می جنگیدند. یعنی هر مسلمان باید در مقابل 10 کافر می جنگید. از مقابل 10 کافر باید فرار نمی کرد، حق نداشت که فرار کند. اگر فرار می کرد، مرتکب گناه بزرگ می شد. اما اگر کافر از 10 تا بالا باشه، 11 تا باشه، 15 تا باشه، در مقابل هر مسلمان، اگر لشکر کافر در مقابل هر مسلمان از 10 نفر بالا داشتن، 15 و 20 نفر داشتن، اینجا مسلمانان حق داشتن که عقب نشینی بکنند و گناهگار هم نشوند. این اول امر بود. بعدا الله متعال این حکم را منسوخ کرد و هر مسلمان را برابر 2 کافر باید بجنگد. اگر در مقابلش 2 کافر است، باید بجنگد، حق فرار ندارد. اگر کافران 3 تاست، 4 تاست، باز حق فرار، حق عقب نشینی را دارد. اگر مسلمانان 100 نفر هستند و کافران 200 نفر، اینجا مسلمانان حق فرار را ندارند، چون هر مسلمان مکلف است در مقابل 2 کافر باید بجنگد. اگر از 200 تعداد کافران زیاد می شود، 300 هست که برای هر مسلمانی 3 کافر می رسه، برای هر مسلمانی 4 کافر می رسه، اینجا حق دارند که
مسلمانان عقب نشینی بکنند، با لشکر بعدی بپیوندند. در ادامه آیات الله متعال میفرماید و این یکم منکم الف یغلب الفین. اگر مسلمانان 1000 نفر هستند، باید در مقابل 2000 نیروی کفر بجنگند، فرار نکنند. اگر از او بیشتر از کفار از 2000 3000 4000 است، اینجا باز حق عقب نشینی را دارند. والله مع الصابرین، الله همراه صبر کنندگان است. پس فرار از میدان نبرد، از میدان جهاد، از جنگ در مقابل کافران، فرار یکی از گناهان بزرگ است. اما دو فرار، ما گفتیم دو فرار گناه بزرگ نیست که آیت خودش او را استثناء می کند، مستثنا می کند. یکی فرارهای تاکتیکی که جزی معرکه و جزی جنگ است، فرمانده مسلمانان لشکر توزیع میکنه، و یکی از تاکتیک های جنگش همین است که باید یک گروه مسلمانان یک بار به عقب فرار بکنن یا دست راست فرار بکنن، به یک طرفی باید فرار بکنن تا اینکه کافران را فریب بدهند و در دام خود آنها را اسیر بگیرند. این فرار جایز است، جزء جنگ هست. و فرار دومم وقتی که مسلمانان کم باشند، تعدادشان خیلی کم باشه از کافرها. در اول در مقابل هر 10 کافر اگر یک مسلمان می بود حق فرار نداشت، از او بیشتر می بود حق فرار داشت، و بعدا این حکم تخفیف شد. الله متعال گفت در مقابل هر 2 کافر باید یک مسلمان بجنگد، و از او بیشتر اگر کافرها تعدادش زیاد میشه، مسلمانان اینجا حق دارند که بروند به عقب با لشکر جدیدی وارد صحنه شوند. البته این حکم الهی است، اما مسلمانان عموما وقتی ما میخوانیم در اکثر غزوات اگر مسلمان ها 10,000 می بود، کافران 100,000 می بودند. اگر مسلمانان 30,000 باشه، کفار 200,000 و 300,000 می بودند. این 20,000 و 30,000 مسلمانان هیچ وقت فرار نکردند از میدان نبرد، از میدان جهاد، بلکه جنگیدند و در اکثر غزوات بالای همین لشکرهای چند صد هزاری کافران در نبردهای مختلفی در فارس و روم مسلمانان پیروز شدند و پیروزی‌ها و فتوحات بزرگی را لشکر اسلام با داشتن قلت هم، عدد کم هم، توانستند که پیروز شوند و دشمنانشان را شکست بدهند. این بود کبیره دیگر، گناه بزرگ دیگری که در موردش صحبت کردیم. امیدوار هستم که مستفید شده باشید. تا قسمت بعدی، تا کبیره بعد، تا گناه بزرگ دیگری که خدمتتان به معرفی میگیرم، همه شما از آن را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.